13. نخستین شرط لازم برای موفقیت این است که نیروهای جسمی و ذهنی خود را به طوری پیوسته و خستگی ناپذیر روی یک مسئله متمرکز کنید. توماس ادیسون. دنیا پر از آدم‌هایی است که منتظرند کسی از راه برسد و به آنها انگیزه بدهد تا به انسان تبدیل شوند که آرزویش را دارند. مشکل این است که هیچ کس قرار نیست به نجات آنها بیاید. این آدم‌ها منتظر رسیدن اتوبوس ایستادند، اما در خیابانی که هیچ اتوبوسی از آن نمی‌گذرد. در نتیجه اگر این انسان‌ها مسئولیت زندگی خود را بر عهده نگیرند و خودشان را تحت فشار قرار ندهند، ممکن است برای همیشه منتظر بمانند و این کار است که اکثر مردم می‌کنند. فقط حدود 2% از مردم می‌توانند به طور تمام و کمال بدون نظارت کار کنند. به این گونه انسان‌ها رهبر می‌گوییم و شما هم قصد دارید یک رهبر باشید. کاری که باید بکنید این است که در خود این عادت را ایجاد کنید که خودتان را تحت فشار بگذارید و منتظر نمانید تا شخص دیگری بیاید و این کار را برای شما بکند. باید خودتان قورباغه هایتان را انتخاب کنید و سپس آنها را به ترتیب اهمیت بخورید. استانداردهایی که برای کار و رفتار خود تعیین میکنید باید از آنچه دیگران میتوانند برای شما تعیین کنند بالاتر باشد. این را برای خود به صورت یک بازی درآورید که کمی زودتر کار را شروع کنید، کمی بیشتر کار کنید و کمی دیرتر کار را تعطیل کنید. همیشه دنبال راههایی باشید که بتوانید به اصطلاح مسافت بیشتری را طی کنید و بیش از آنچه به خاطر آن پول میگیرید کار کنید. نتانیل براندون، روانشناس معروف، عزت نفس را که هسته شخصیت است این گونه تعریف میکند: اعتبار و احترامی که فرد نزد خود دارد، شما در انجام آن موفق میشوید یا شکست میخورید و اعتبار و احترامی را که نزد خودتان دارید بالا میبرید یا پایین میآورید. جنبه خوبی قضیه این است که هر وقت خودتان را وادار کنید که حد اکثر تلاشتان را کنید یا بیش از یک فرد عادی پشت کار داشته باشید. احساس فوق‌العاده نسبت به خودتان پیدا میکنید. هر روز تصور کنید که یک پیامی ضروری گرفته اید و باید فردا به مدت 1 ماه شهر را ترک کنید. چه کاری است که اگر قرار باشد به مدت 1 ماه شهر را ترک کنید حتما میخواهید که از انجام آن پیش از رفتن باور حاصل کنید؟ این کار را هر چی که باشد الان برای انجام آن سر کنید. تصور کنید که همین حاضر به شما خبر دهند که یک سفری بی پول که همین پول آن پیشتر پرداخت شده است به عنوان جایزه به شما داده شده است، اما باید همین فردا برای تعطیلات مورد نظر عازم شوید، وگرنه این جایزه به شخص دیگری داده می شود. چه کاری است که پیش از رفتن به پایان رسانید تا بتوانید از این تعطیلات لذت برید؟ این کار هرچی باشد بلافاصله برای انجام آن سر کنید. آدمان موفق همیشه برای بالا بردن کاریشان خودشان را تحت فشار قرار می دهند. انسان‌های ناموفق باید نظارت و رهبری شوند و توسط دیگران تحت فشار قرار گیرند. یکی از بهترین راه‌ها برای غلبه بر تنبلی کار کردن به شکلی است که گویی فقط 1 روز وقت دارید تا مهمترین کارهای خود را پیش از این که شهر را به مدت 1 ماه ترک کنید یا به سفر روید به انجام رسانید. با تحت فشار قرار دادن خود کارهای بیشتر و بهتری را در مدت زمانی کمتر از پیش به پایان خواهید رسانید. به یک شخص کارآمد و موفق تبدیل می شوید. نسبت به خودتان احساس فوق‌العاده پیدا می کنید و کم کم عادت سرعت بخشیدن در کار را در خودتان پیدا می کنید. عادتی که از آن پس در تمام روزهای زندگی به شما خدمت خواهد کرد. قورباغه را قورت بده. برای انجام هر یک کار خود و همچنین برای انجام هر یک قسمت آن مهلت تعیین کنید. برای خودتان یک سیستمی فشار ترتیب دهید. برای خود را کم کم زیاد کنید. باری خود را کم کم زیاد کنید و اجازه ندهید که از میدان بیرون روید. وقتی که برای خودتان مهلت تعیین کردید به آن پایبند باشید و حتی سعی کنید کار را زودتر از مهلت مقرر شده انجام دهید. در مورد کارهای یا پروژه‌های بزرگ پیش از سر کردن همه مرحله‌ها آن را به صورت فهرست درآورید. آنگاه تعیین کنید که برای انجام هر قسمت
از کار چند دقیقه و ساعت وقت لازم دارد. سپس برنامه زمان بندی شده روزانه و هفتگی خود را دوباره به ترتیب درآورید تا بتوانید برای زمانی که مخصوصاً روی آن کار میکنید وقتی خالی به وجود بیارید.